تا حالا فکر کردی لیزر دقیقاً چطوری کار میکنه؟ خب لیزر یه نور خیلی منظم و قدرتمنده. برعکس نور معمولی که به همه جا پخش میشه، نور لیزر کاملا متمرکزه و موجهاش همه با هم هماهنگ حرکت میکنن. حالا چطوری این اتفاق میفته؟ داخل لیزر یه ماده خاص هست، میتونه گاز باشه یا کریستال یا چیز دیگه. ما این ماده رو انرژی میدیم، یعنی بهش برق میدیم یا با نور دیگه‌ای روشنش میکنیم. وقتی این ماده انرژی میگیره، اتم‌هاش هیجان زده میشن و به سطح انرژی بالاتر میرن. ولی اتم‌ها دوست ندارن تو حالت هیجان زده بمونن. اونا دوباره به حالت عادی برمیگردن و یه ذره نور به اسم فوتون آزاد میکنن. حالا نکته جالب اینجاست. اگه یه فوتون از کنار یه اتم هیجان زده رد بشه، میتونه باعث بشه اون اتم هم یه فوتون آزاد کنه، دقیقاً با همون رنگ و همون جهت. به این میگن گسیل تحریک شده. پس به جای نورای تصادفی، کلی فوتون هماهنگ با هم تولید میشه. حالا همه این اتفاقات تو یه اتاق کوچیک بین دو تا آینه میفته. یه آینه کاملاً بازتابنده است و اونی که یه ذره نور رو از خودش عبور میده. فوتون ها بین این آینه ها هی رفت و برگشت میکنن و بیشتر و بیشتر میشن. آخرش یه پرتوی خیلی قوی و دقیق از آینه نیمه شفاف بیرون میزنه. این همون نوریه که ما به عنوان لیزر میبینیم. اگر از این توضیحات لذت بردی، حتما اون لایک رو بزن و سابسکرایب بکن.